سلام به همه دوستان گرامی. باز هم میایم به بخش باقی مانده درس اول و یا هم ویدیوی دوم درس اول که درباره فورشتیلونگ و یا هم معرفی بود. ما و شما خوانده بودیم تا همین سوال، یعنی که مثلا woher kommen Sie، یعنی شما از کجا هستین، woher kommst du، تو از کجا هستی، و باز در جواب برشان میگفتیم که ich komme aus Amerika، یعنی من از امریکا هستم، و باز سوال میکردیم که kommst du aus Amerika، آیا شما از امریکا هستین؟ باز در جواب برشان میگفتیم که ja ich komme aus Amerika، بله من از امریکا هستیم. و طور عموم بعد از آن سوال دیگه ما در بخش معرفی این می باشه که مثلا ما شما از یک کسی پرسان میکنیم که درباره حالت مدنیشان که شما آیا متأهل هستین و یا هم مجرد هستین، و سوال میکنیم که sind Sie verheiratet، میگه آیا شما عروسی کرده اید. پس در اینجا برشان در جواب میگیم که در جواب میگه شخص دوم بر ما میگه که ja ich bin verheiratet und habe zwei Kinder، میگه بله من verheiratet یعنی من عروسی شده‌ام یا عروسی کرده‌ام، und habe zwei Kinder و دو طفل دارم. وقتی اگر شما متأهل نیستین، مجرد هستین، باز در آن صورت شما باید بگویین که nein ich bin ledig، نه خیر من مجرد هستم. مجرد را ledig میگه. در اینجا بر شما نوشته میکنم nein ich bin ledig. ledig مجرد را میگه. و دیگه بعد از آن ما و شما سوال دیگر ما که به طور عموم و یا هم معمولا ما و شما سوال میکنیم که وظیفه شما چی است یا چی وظیفه دارین. و سوال میکنیم که به این نوع میتونیم سوال کنیم. 3 سوال است. Was sind Sie von Beruf، یعنی شما وظیفه تان چی است. Was machen Sie beruflich، و همچنان was machen Sie beruflich یا was sind Sie von Beruf. اینها نسبتاً به طور رسما یا رسمی وقتی ما شما سوال میکنیم به طور مؤدبانه سوال میکنیم، این دو سوالات استفاده میکنیم. وقتی از دوست و یا هم از یک کسی دیگر، یعنی به طور عامیانه وقتی ما شما سوال میکنیم، پس میگیم که was machst du beruflich، مثلا وظیفه تو چی است. در اینجا میگیم که وظیفه شما چی است یا هم چی وظیفه دارید. و این 3 نوع میتونیم سوال کنیم. در جواب برشان میگیم که ich bin Ärztin و یا هم ich bin Arzt von Beruf. من اگر وقتی یک مؤنث باشه و یا هم یک خانم باشه میگه که من دکتر هستم، در آن صورت باز ارستین میشه. اگر یک مرد باشه بگویه که من دکتر هستم، او را باز ارست میگه. ich bin Ärztin و یا هم Arzt von Beruf، یعنی وظیفه من، یعنی من یک دکتر هستم، یعنی دکتری وظیفه من است. بعد از او مثلا هر چیزی که شما میخواین، هر چیزی که وظیفه تان باشه او را شما میخواین که ذکر کنین، پس میتونین که به این طور مثلا در بجای ارست و یا ارستین بجای از شما نام همان وظیفه تان میگذارین، پس جمله دیگه همان جمله، همین جمله‌ای که هست اینو می استفاده میکنیم. مثلا میگیم که ich bin Deutschlehrerin و یا هم Deutschlehrer، میگم من یک استاد زبان آلمانی هستم. اگر مؤنث باشه پس میگیم که Deutschlehrerin، اگر مرد باشه یا مذکر باشه پس میگیم که Deutschlehrer. ich bin Deutschlehrer von Beruf، میگم من استاد زبان آلمانی هستم. و یا هم شما میتونید که به این طور بگوین که وظیفه من چی است. مثلا میگیم که ich arbeite als Lehrerin و یا هم Lehrer، میگم من کار میکنم به حیث Lehrerin، به حیث اگر مؤنث باشه Lehrerin میگیم، اگر یعنی به حیث استاد. و
اگر مذکر باشه پس میگیم که Lehrer، یعنی من یک استاد هستم. و یا میگیم که ich bin Schüler، ich bin Student، یعنی به این نوع یا اشکال میتونیم که جواب بدیم. مثلا ich bin Arzt von Beruf، ich bin Deutschlehrer von Beruf، و میتونیم که به این طور هم بگوییم که ich arbeite als Lehrer، یعنی من وظیفه اجرا میکنم به حیث یک استاد. و میگیم که به این طور هم میتونیم بگیم که ich bin Schüler یا ich bin Student، من یک شاگرد مکتب هستم. و دیگه میگیم که خب این سوال مربوط به سوال دیگه میشه. سوال پنجم است که ما و شما مثلا از یک شخص میکنیم، میگیم که wo wohnen Sie، wo wohnst du، شما در کجا زندگی میکنید. wo wohnen Sie به طور مؤدبانه وقتی ما سوال میکنیم، wo wohnst du یعنی وقتی که ما به طور مثلا از یک دوست خود سوال میکنیم، یعنی به طور عامیانه. در جواب برشان میگیم که momentan، aktuell، im Moment، zurzeit و derzeit. این همه مترادف یکی دیگه هستن. مثلا میگیم که این همه به معنای فعلا است. بر فعلا ما و شما میتونیم که از این همه را استفاده بکنیم. یکی از اینها باید در جمله استفاده شود ولی معنای همه ایشان یکسان است. مثلا میگیم که momentan wohne ich in Friedrichstraße 11، Koblenz، Deutschland. میگه فعلا زندگی میکنم من در کوچه فردریش آپارتمان 11، کوبلنز، شهر کوبلنز، دویچلند یعنی آلمان. در آلمان و یا هم تمام کشورهای خارجی آدرس به همین طور نوشته می باشه. اول نام کوچه، باز هم نمبر خانه، بعد از آن هم شهر و باز از آن هم نام کشور. و یا میتونیم که به این نوع اینجا 11 گفتیم و اینجا مومنتان گفتیم در اول، و یا میتونیم که به این نوع هم جواب بدیم. میتونیم بگیم که مثلا ich wohne in Friedrichstraße 13، Koblenz، Deutschland. میگم من در کوچه فریدریش، آپارتمان 13 هم و یا خانه 13 هم، کوبلنز، شهر کوبلنز آلمان زندگی میکنم. بعد از آن سوال دیگه است، میگیم که wie alt sind Sie. این سوال عموما در سوالات اولی پرسیده میشه ولی ما یک کمی دیرتر آوردیم در اینجا باز هم است که درباره چطور میتونیم درباره عمر یک شخص پرسان بکنیم، چطور سوال میکنیم. میگیم که wie alt sind Sie، شما چند ساله اید. یعنی به طور مؤدبانه وقتی سوال میکنیم میگیم که wie alt sind Sie. وقتی میگیم که تو چند ساله ای یعنی به طور عامیانه باز میگیم که wie alt bist du، تو چند ساله هستی. و دیگه از wie alt ist sie، وقتی درباره یک شخص سوم سوال میکنیم یا یک شخص غایب باز میگیم که wie alt ist sie، آن شخص مؤنث یا او خانم مثلا میگیم که او چند ساله است، و یا هم آن شخص سوم مذکر و مذکر و یا هم مرد میگیم که او چند ساله است. wie alt ist dein Opa، میگه که پدرکلان شما، اوپا پدرکلان میگه پدرکلان شما چند ساله است. در اینجا در جواب برشان میگیم که ich bin 25 Jahre alt، میگه من 25 سال هستم. و یا میتونیم که به طور ساده تر بگوییم که ich bin 30، یعنی من 30 سال هستم. و میتونیم به این نوع هم بگوییم که er oder sie ist 55 Jahre alt. در اینجا در سوال سوم پرسان کردیم که او شخص سوم مثلا او شخص چند ساله است. باز در جواب برشان میگیم که er oder sie ist
او شخص سوم مرد و یا هم مذکر و یا هم مؤنث ist 55 Jahre alt. او 55 ساله است. و یا هم به طور ساده تر میتونیم بگوییم که ایر و یا هم زی ist 55. او 55 ساله است. در اینجا سوال کرده که wie alt ist dein Opa؟ میگه پدرکلان شما چند سال است؟ در اینجا در جواب میگه که mein Opa ist 65 Jahre alt. میگه پدرکلان ما از 65 ساله. و یا هم به طور ساده تر و یا آسان تر میتونیم بگیم که mein Opa ist 65. یعنی پدرکلان ما از 65 ساله. بعد از آن میاییم از پرسان میکنیم، مثلا از یک شخص میگیم که شما با کدام زبان ها حرف میزنیم. میگیم که welche Sprachen kannst du sprechen؟ میگه با کدام زبان ها شما میتوانید حرف بزنید و یا هم با کدام زبان ها شما میتوانید صحبت کنید. و یا به این طور سوال میکنیم و یا هم میگیم که welche Sprachen können Sie sprechen؟ این به طور عامیانه است، سوال به طور عامیانه، و این هم به طور مؤدبانه و یا هم رسمی. میگیم که شما با کدام زبان ها می توانید صحبت کنید. در جواب برشان میگیم که mein Muttersprache اینجا یک اضافه میکنیم mein Muttersprache ist Pashto و یا هم Deutsch و یا هم میگیم که پرزیک. درست میگیم که mein Muttersprache ist Pashto، Deutsch و یا هم پرزیک. میگه زبان مادری من از پشتو، آلمانی و یا هم پارسی و یا هم میتونیم دری بگوییم. Aber ich kann auch ein bisschen Russisch sprechen. ولی من میتونم که یک کمی زبان روسی رو هم صحبت کنم. و یا هم میتونیم که یک کمی به زبان روسی هم حرف بزنم. دیگه سوال میکنیم که به طور مثلا میگیم که was ist dein Hobby؟ سرگرمی شما چی است؟ و هم حالت جمعشان وقتی درباره حالت جمعشان پرسان میکنیم میگیم که was sind deine Hobbys؟ میگه سرگرمی های شما چی است؟ سوال میکنیم، در جواب برشان میگیم که mein Hobby ist Basketball spielen. میگه سرگرمی من از بازی کردن باسکتبال. و یا هم میگیم که mein Hobby ist singen. میگه سرگرمی من است singen یعنی خواندن، یعنی یک آهنگ خواندن. دیگه از میگیم که mein Hobby ist lesen. میگه سرگرمی من است lesen یعنی کتاب و یا هم یک چیزی از روی خواندن. دیگه از meine Hobbys sind lesen, Fußball spielen und schreiben. و یا هم میتونیم که این همه را یک جای در یک جمله بیارین و یا هم جواب بدین، در یک جمله جواب بدین. میگیم که meine Hobbys sind lesen, Fußball spielen und schreiben. یعنی سرگرمی های من هستند lesen یعنی کتاب و یا هم یک چیز از روی خواندن، Fußball spielen فوتبال بازی کردن، und schreiben و نوشته کردن. پس این هم بود ویدیوی دوم درس اول و یا هم بخش باقی مانده درس Vorstellung. با امید از اینکه فهمیده باشین و درس را یاد گرفته باشین. پس برای دروس دیگر و ویدیوهای دیگر درسی چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و ما را از طریق همین چینل دنبال نمایید.